به نام خداوند بخشنده مهربان. صرفی هستم از گروه خودروی صرفی. امروز در خدمتتون هستیم برای معرفی و خصوصیات و ویژگی‌های کامیونت بونیز 6 تن و 8.5 تن. یه معرفی کوتاهی از خودمون داشته باشیم. ما گروه خودروی صرفی هستیم. 20 سال سابقه فعالیت در زمینه فروش و خدمات پس از فروش کامیون و کامیونت داریم. خودروهای مثل کامیون‌های کاماز و آمیکو، کامیونت‌های جک و دایون محصولاتی بودن که تو گروه خودروی ما عرضه می‌شدن. و برای کامیونت جدیدمون بونیز هم خدمتتون بگم، کامیونت بونیز تقریبا 1 ساله که فعالیت خودش رو شروع کرده. از زیر مجموعه گروه خودرویی پرشیا خودرو هستش که نمایندگی رسمی خودروی BMW در ایران هستن. بعد از این توضیحاتی مختصر و کوچیکی دادیم در مورد خودمون، میریم که کامیونت بونیز رو از نزدیک یک نگاه کلی به شما بدیم و بعد خصوصیات و ویژگی‌هاشو تک تک برای شما عنوان کنیم. بفرمایید با ما همراه باشین. از خود خودروی بونیز، خودرویی که مشاهده می‌کنین 8.5 تن هستش. طول شاسیش تقریبا 6 متره و کله ماشین تقریبا شبیه ایسوزو پی 700 هستش. ماشین خصوصیات و ویژگی‌های زیادی داره. چراغ‌ها دارای دیلایت هستش. همونطور که مشاهده می‌کنین رخ ماشین رخ قشنگ و زیبایی هستش. ماشین داره استاندارد 85 گانه هستش، یعنی ترمز اضطراری، رادار خطخوان هم در این ماشین موجود هستش. یک نگاه به رخ ماشین بکنیم، بعد من ادامه‌شو داخل ماشین رو برای شما توضیح میدم. خیلی خوب. این نمای کلی ماشین رو مشاهده میکنین. داشبوردش جدید هستش. اتاق جاداری هستش، دارای خواب هستش. خواب بزرگ هم تقریبا موجوده. زمانی که 2 نفر همکار با هم داخل جاده تشریف میبرن، برای 2 نفر 2 تا شوفر واقعا امکانات خوبی داره. ماشین داره مولتی میدیا هستش، از ضبط اندرویدی داره. اینم سیستم گرمایش و سرمایشیش هستش. کلیدهایی که موجوده از جفت راهنما و بوق که توی ماشین لحاظ شده، میتونین از بوق خیلی با صدای کم یا بوق به قول بلند استفاده کنین. اینم نمای کیلومترش هستش، کیلومتر. و اینم چراغ پشت کیلومتر، چراغی که روشن میشه. ماشین داره کروز کنترل هستش و کلیدهای مالتی میدیا که روی صفحه کلید هست. ماشین 6 دنده هستش و اینم از ترمز هستش. یه نمای کلی از ماشین داخل کابین رو هم داشته باشیم. تنظیم چراغ‌ها هستش. قفل مرکزی و بالا برها که به صورت برقی هستش. بریم یه نمام از کابین ماشین که زمانی که بالا میره رو خدمتتون بدم. یه ویژگی خوبی که محصول داره اینه که وقتی اتاق رو شما بالا میدین، قفل کن داره. در بعضی ماشین ها این موجود نیست، قفل کن اتاق هستش. موتور کومینز هستش که در اکثر ماشین ها داره استفاده میشه. موتور کومینز هستش. تو این ماشین تغییراتی که انجام شده این که ترمزهای جلو دیسکی هستش، همونطور که مشاهده میکنید. رادیات ماشین بزرگتر شده نسبت به ماشین‌های دیگه و این گرمایش که قبلا راننده ها گله داشتن از این خودروها تو این ماشین رفع شده. عایق کاری شده برای اینکه صدای موتور و گرمای موتور به داخل کابین وارد نشه. یه نمای کلی از موتور داشته باشیم. بعد در مورد اتاق میرسیم به قفل هایی که اینجا مشاهده میکنید. تو ماشین‌های دیگه به این شکل نیست، بعد از مدتی خراب میشه. این ماشین این مورد هم رفع کرده، باعث این میشه که اتاق کمتر صدا بده و به مرور زمان هم آسیب نبینه تو بالا پایین هایی که میره. میریم به سراغ گیربکس ماشین که یکی از ویژگی‌های این ماشینه. جدیدترین گیربکس تحت لیسانس آیتون هستش که روی ماشین قرار گرفته. یه سری از خرابی‌ها تو دنده 6 تو این ماشین‌ها وجود داشته که این ماشین هم این ویژگی رو داره، این مشکل رو حل کرده. نمای کلی از گیربکس رو مشاهده می‌کنید. فیلتر هوا، باتری ماشین و یه نمای هم از این ور بدیم که ادگلوه ماشین هستش، فیوزها، جعبه فیوزش، آبگیر گازوئیل و خود مخزن گازوئیل که 200 لیتری هستش و آلومینیومی.
یه نمای کلی هم از شاسی ماشین داشته باشیم. طول شاسی ماشین 6 متره توی مدل 8.5 تنش و شاسی ماشین دوبل هست. میتونیم اینو از نزدیک هم ببینیم. اگزوزی که توی ماشین به کار رفته بسیار اگزوز با کیفیتی هستش. راننده ها اینو با نگاه اول متوجه میشه. ECU ماشین هست. مورد بعدی که تو ماشین نیاز به توضیح داره در مورد ترمزهای عقب. ترمزهای عقب ماشین به صورت کاسه‌ای هستش. بوستر ماشین برای ترمز بسیار بزرگتر در نظر گرفته شده، شبیه کامیون ها هست و موجگیر عقب. و نمای عقب که ماشین داره دوربین دنده عقب هم هستش. این توضیحات کلی ماشین بود.